شو بیزنس تاجیک در و تیرزه ندارد. هر که خواهد مهمان می شود و هر چی دارد دستاویز می آورد. لیلی 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 جان 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 مرا کشتی با ارمان. لیلی 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 جان 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 مرا کشتی با ارمان. سر پشتان آمدی وای وای دلت مکردی ویران. سر پشتان آمدی وای وای دلت مکردی ویران. ما هم با دست و آستین برزده به این میدان آمدیم و آنقدر بولجبی های دیدیم که یک به یک آنها را به شما خواهیم گفت. اما با نوبت نخستین چیزی که ما را متاثر کرد و حالا به شما هم میگوییم آوازهای بریلیانتی یا الماسی است. اوه چرا زندگی شیرینی مرا تلخ کردی؟ چرا حیاتی مرا برباد دادی؟ هرگز تو را نمیبخشم نمیبخشم نمیبخشم. آوازهای بریلیانتی از سراینده های عبارت است که صدای غیر عادی با موسیقی ناچسبان و فرق کننده دارند. فرق کننده به این معناست که توجه دلخواه شنونده را زود به خود جلب میکنند. مقام سوم نصیب الهام مرادوف با ترانه پزمان است. پزمان منم داغ از غمی هجران منم. آتش به دل آتش به جان آتش در آتش دان منم. سگانه این ریتینگ از میان 10 کلیپ انتخاب شد. آنهایی که وارد روی خط نشدند شاید هنوز شانس ستاره شو بیزنس بودن را دارند و یک نفر از این فهرست حالا معرفی می شود. بختیاری سنگلی که ای یارم می خواند. ای یارم عشقی تو در دل دارم توی یاری وفادارم. اما نورخانی نظر با سرود عشق من مقام دومی ریتینگ را معرفی می کند. تو بودی نور چشمانم تو بودی قوت و جانم ولی رفتی تو از نزدم غریب و زار و تنهایم. دلیل رشد کردن آوازهای الماسی شاید همان گونه‌ای که برخی نماینده های شو بیزنس اقرار میکنند پول باشد. وقتی که ما پول داریم آبروی مول داریم اگر چیزا باشیم هم آوازی بلبل داریم. و اما شما را زیاد منتظر نمی کنیم. در زینه اول سگانه ما یک جنس لطیف ایستاده است. برای نخستین بار مدعی کرسی پرزیدنتی شدن یک بانو در تاجیکستان با انتخاب فرشته فریدون به عنوان پیشصف ریتینگ امروزی ما هیچ ارتباط ندارد. این بانو که از بچه کلابی وصف می کند جای اول ریتینگ الماسی را از شیر مادرش نیز حلالتر کرد. ما صدقه شوم جنگلی سر زرگوشه ای بچه ای قد بلندی جامه پوشه پوشه رنگی برنگ می پوشه. ما آینه شوم بچه ببینه روشه پوشه یا رنگی برنگ می پوشه. ما آینه شوم بچه ببینه روشه. دیده ای من براحت بچه ای کلابی دل بردی با نگاهت بچه ای کلابی. دیده ای من براحت بچه ای کلابی دل بردی با نگاهت بچه ای کلابی. آمده ام به باغت تا بگیرم سراغت و دل نمانه داغت بچه ای کلابی. همین فرشته جای دیگر میخواند. لبی آب دور بودایا نمی رفت و نشیدای عاشقی زور بودایا نمی کرد و نشیدای آه عاشقی زور بودایا نمی کرد و نشیدای. شاید اگر این بانو در برابر عاشق سرایندگی را هم نمیکرد بهتر بود. بیننده عزیز این ریتینگ یا جا به جا گذاری صداها غیر رسمی است. اگر مبادا با ما راضی نباشد یا پیشنهادی دیگر دارید در سایت azadagan.com بنویسید تا ریتینگ های دیگر صدای خود را حفظ